قاعده 48 توحید و شرک در استمداد را بدانیم. استمداد ما و شما میفهمیم که به معنای طلب مدد است که انسان کمک میخواه از کسی. و استمداد هم همیشه فکر ما و شما باشه وقتی که اصطلاحات عقیده را میخوانیم باید فرق بکنیم بین استمداد او استمدادی که تعلق میگیره به عقیده و بین استمداد یا کمک خواستنی که مربوط به عقیده نمیشه. او استمدادی که مربوط به عقیده میشه دو قسم است. یکی استمداد توحیدی هست که انسان مسلمان به اساس عقیده توحید استعانت، کمک و استمداد از الله میخواه. و در آیات قرآن وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از الله کمک میخواه، مدد میخواه، الله برش در غزوه بدر چی میگه؟ امرایشان الله در آیات قرآن میگه در غزوه بدر استقول للمؤمنین، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که بر مؤمنان میگی که یا میگفتی که الان یکفیکم، آیا کافی نبود ان یمدکم ربکم، ای که مدد بکنه شما را، کمک بکنه پروردگار شما را به 3000 من الملائکه مردفین، به 3000 از ملائکه‌ای که یکی در ردیف دیگر یعنی پی در پی آمدن. و باز در آیت دیگه میگه که بلا ان تصبروا، اگر شما صبر بکنین، و تتقوا و تقوا بکنین، ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورکم هذا یمددکم ربکم ب5000 من الملائکه مسومین. یعنی در این آیت باز میگه که پروردگار شما را مدد کرد که 5000 ملائکه را فرستاد. پس اینجا در عقیده توحیدی در عالم مافوق اسباب که است، ایره استمداد به چی تفسیر میکنن؟ به طلب مدد. و استمداد میگن که و طلب الاستمداد دعاء به اجماع اهل اللغت و المفسرین. یعنی در عالم مافوق اسباب این دعا هست که انسان دست دعا را بالا میکنه و از الله کمک میخواه، ایره به اجماع مفسرین ایره دعا میگن. پس وقتی یک انسان مسلمان وقتی که مدد میخوانه میگه یا الله مددم کن. و در اینجا مسئله عقیده به خاطر از این هست که وقتی انسان در عالم مافوق اسباب از الله مدد میخواه، امی هست که این عقیده داره که الله متعال عالم الغیب است و صدای مرا مشنوه و به ما نزدیک است با علم خود و نحن اقرب الیه من حبل الورید. اینی علم غیبی که الله داره. اگر یک نفر در عالم مافوق اسباب از یک مخلوقی که غایب است یا فوت کرده مدد میخواه، اینجا برای چی مشکل پیدا میشه؟ مشکل اعتقادی پیدا میشه. یعنی او عقیده میکنه که امی شخص علم غیب داره، این شخص علم غیب داره و این میتونه با علم غیب خود بر ما چی کنه؟ در این مشکل همراه ما مدد بکنه. از این خاطر ایره اگر کسی استمداد در عالم مافوق اسباب از یک مخلوق میخواه که او غایب است یا فوت کرده، ایره در علم غیب الله شریک میسازه و ایره استمداد شرکی میگه. پس چی هست؟ پس استمداد امیره میگن که یکی استمداد چی هست؟ توحیدی هست و یکی استمداد شرکی هست که انسان در اموری که مربوط به الله هست، یعنی در مافوق اسباب به عوض الله از مخلوق چی میکنن؟ استمداد میخواین. مثل نصرانی ها در شرک مبتلا هستن، وقتی که مشکل برشان پیدا شوه میگن ای عیسی پسر مریم. پسر مریم هم نمیگن، حالا او را بیخی رتبه الوهیت دادن و برش میگن که برای ما مدد بکو. یا بت پرستا پیش بتهای خود میرفتن و از اونا چی میکردن؟ مدد میخواستن. شیخ احمد سرهندی که در نزد احناف ملقب به امام ربانی هست. بعضی اوقات شما فکرتان باشه بعضی کسایی که مبتلا هستن به شرکیات یا مبتلا هستن به قبر پرستی، اینا غالبا خود در لباس احناف پت میکنن و میگه که نه صاحب عقیده که شما میگین این عقیده احناف نیست، بلکه این عقیده. در حالی که علما حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سلفی اینا کلشان یک عقیده داشتن. عقیده کلشان چی بود؟ از صحابه، از تابعین، تبع تابعین، اینا که سلف گفته می شدن و فقهایی که مثلا فقهای مذاهب اربعه هست و دیگه فقهایی که مشهور نیستن
بسیار فقها هستن و مذاهب فقهی است، اینا اختلافاتشان اختلافات فروعات است. بسیاری کسا ایره به اصول انتقال میتن. بنابراین امام شافعی و امام ابو حنیفه و امام مالک و امام احمد ابن حنبل اینا در مسئله عقیده با هم اختلاف نداشتن. عقیده کلشان عقیده قرآن عظیمشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. پس بعضی کسا هست که وقتی خودش به یک مرض مبتلا هست، او باز وقتی کسان بحث بکنی به خاطر از اینکه تو را شکست بده و یا امو مردم عوام الناس فریب بده، باز خود از زیر چادر یکی از مذاهب میزنه که شما که والا گپ میزنین این در نزد احناف نیست، این در نزد شافعی نیست. نه، سعی کنین در همین مسئله که از مسئله استمداد که حرام است و شرکی هست، شیخ احمد سرهندی که در نزد احناف، علمای احناف او را به نام چی میگن؟ میگن امام ربانی هست و مجدد الف ثانی می باشه. مجدد الف ثانی میگن ایره. این چی میگن؟ میگه کمک خواستن از بتها و طاغوتها در دفع نمودن امراض و دردها چنانچه در بین جاهلان اهل اسلام رواج یافته است، عین همان شرک و گمراهی هست. فهمید یعنی؟ ای که حالا مثلا عوام ناسی کارا میکنن، میرن پیش قبرها و یا میرن پیش بتها و پیش مرده ها و مثلا از او چی میخواین؟ در عالم ما فوق اسباب چی میکنه؟ پس آنان این عالم چی میگن؟ عین همان شرک و گمراهی است. این کی میگن؟ شیخ احمد سرهندی میگن. پس آنان نافهمیده کافر میشوند. میبینی؟ این عالم بزرگوار احناف چی میگن؟ میگه پس آنان نافهمیده کافر میشوند. نظر نمودن به نام مشایخ و ذبح نمودن در مقابل قبرهایشان در شرک داخل می باشه. فهمیدین؟ اینه کی میگه؟ مجدد الف ثانی که شیخ احمد سرهندی هست و این عالم حنفی هست. چون علمای احناف عقیدهشان عقیده توحید و یکتاپرستی هست، اما ای که باز مردم پسان عقیده خود برگشتند و گفتن نیست ما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را فقهش قبول داریم، عقیدهش قبول نداریم. در عقیده ما در متکلمین هستیم، معزی هستیم، مدعی گروپ هستیم، دعی گروپ هستیم، اما تنها ما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را تنها در مسائل فقهی پیروش هستیم. میگن میگه پاره، اما در حقیقت کسایی که احناف حقیقی هستند یا مثلا اهل سنت حقیقی هستن، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، اهل سنت مجموعی از اینا چی میگن؟ که در عقیده هیچ اختلاف نیست. چرا؟ اگر در عقیده اختلاف پیدا شود، تو یک گروه شوی و دیگه گروه شوی، دو فرقه شوی، باز این دو مذهب گفته نمیشه، این دو فرقه گفته میشه. وقتی که فرقه گفته شد، باز او حدیث سرش تطبیق میشه که در آخر زمان امت ما به 73 طبقه چی میشن؟ تقسیم میشن. باز این فرقه میشه، باز این فرقه که شد، باز میگه یک فرقه در جنت است، دیگه کلش چی هستن؟ در دوزخ هستن. اما ای که مثلا کلشان اهل سنت کلشان یک فرقه هستن، یا مسلمان هایی که به قرآن و سنت تمسک دارن، صحابه، تابعین، تبع تابعین، اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، کلی از اینا و فقهای بزرگ اسلام، اینا کلشان یک فرقه بودن که تشکیل میدادن. این فرقه به نام چی است؟ فرقه کسانی که پیرو کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما وقتی که میایم سر مذاهب گپ میزنیم که شافعی سی، حنفی سی، فلان است، فلان است، فلان است، بسیار مذاهب فقهی است. مذاهب فقهی تقریبا در ام عصر که امام صاحب ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعی و اینا که بودن، تقریبا علما میگن 14 الی 16 مذهب فقهی بودن، منتها 4 تاش چی شدن؟ شهرت پیدا کردن. دیگرایش قدر شهرت پیدا نکردن، شاگردایشان کم بود. یا کلشانی بزرگوارا میگه ما در مسئله عقیده کدام اختلاف نداریم، عقیدهشان یکی بود، عقیده که در قرآن عظیمشان است و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این از عصر رسول الله تا امروز. پس اینال حتی بسیاری وقتا شما بهترین کتاب عقیده را در چی پیدا میکنن؟ که بهترین کتاب عقیده که بسیار توحید به شکل دقیق و خوب بیان کرده، کتاب یک عالم حنفی است، علامه ابن ابی العز حنفی رحمت الله علیه. علامه ابن ابی العز حنفی رحمه الله یک کتاب نوشته کرده به نام شرح عقیده طحاویه. بهترین کتاب از در عقیده. حتی در کشورهای عربی که خودشان حنبلی هستن یا شافعی هستن یا مالکی هستن یا سلفی هستن یا هرچی هستن، اینمی کتاب تدریس میکنن. چرا؟ این کتاب بسیار کتاب قوی در عقیده هست و اونا میگه که این کتاب عقیده کسی مربوط به کدام مذهب خاص نیست.
کل مذاهب که است اینا چی هستن؟ یک عقیده دارن. اللهم الا که یک نفر این فرقه در دیگه فرقه ها خود داخل کرده باشه و باز بخیزه در مخالف قرآن و مخالف سنت به فلسفه و به منطق و به ایگپا سر عقیده بحث میکنن که وارا متکلمین میگن و باز دیگه گروپ هستن و دیگه فرقه ها هستن که باز در سر متکلمین که بیایی باز هم 73 فرقه را باز پیدا میکنی که چی حال است و چی گدودی هست و بسیار مشکلات دارن. خب آل شیخ احمد سرهندی رحمه الله تعالی خودش صراحتا میگه نظر نمودن به نام مشایخ و ذبح نمودن در مقابل قبرهایشان در شرک داخل می باشد و جایز نیست که کسی را در عبادت از عبادات با الله شریک نماییم. یعنی این کسی که کار میکنه به نظر از او این شرک در عبادت است و درس میگه جایز نیست که ما کسی را در عبادت از عبادات الله شریک کنیم. و طلب نمودن حاجات از غیر الله عین گمراهی شیطان راننده شده هست. و طلب نمودن حاجات از غیر الله، وقتی که تو حاجت مشکل سرت میه بازی که بگی یا الله مدد کو، یا الله یا رحمان مدد کو، یا پاک پروردگار مدد کو، باز بخیزی به عوض نام مخلوقات بگیری که یا فلان برمه چی کو مدد بکو. این میگه عین گمراهی شیطان راننده شده هست. والله از این که دیگه من فکر نمیکنم که گپ سختری باشه که شیخ سرهندی رحمه الله تعالی و ایره که مجدد هم میگن به خاطر از این هست که خرافاتی که داخل میشه باز یکی از مجددین بزرگوار اسلام پیدا میشه و دوباره چی میکنه؟ امو چرکها و غبارهایی که در عقیده پیدا شده او را با کلام دقیق و صحیح و بسیار بدون دیپلماسی و بدون چاپلوسی و بدون ای که مثلا چی کنه صراحتا برای مردم بیان میکنه. این هست. خب این کجا هست؟ بله. خب اینجا نام کتاب چی است؟ جهود علماء الحنفیه نام یک کتاب است. بخوانید بسیار خوب کتاب است. نامش است جهود علماء الحنفیه. در مکتبه شامله هست. من از مکتبه شامله خواندم. جهود علماء الحنفیه فی ابطال عقائد القبوریه. یعنی جهود یعنی سعی و تلاش کمک های علمای احناف در باطل نمودن اعتقادات قبر پرست ها. تالیف ابو عبدالله شمس الدین ابن محمد ابن اشرف ابن قیصر ای هست. و خب و این یکی از همین کتاب که است این رساله دکترا هست. یعنی یک نفر دکترا خود در چی گرفته؟ در عقیده گرفته و این عالم حنفی است و این بیان میکنه و این قول شیخ احمد سرهندی را اونجا هم چی است ذکر کرده. یک شیخ دیگی که در عقیده بسیار کتاب ها داره و مؤلف بسیار خوب است به نام قحطانی تخلص میکنه. او میگه هر کسی مردم را به کمک خواستن از مردگان و دعا نمودن به مردگان دعوت نماید با الله و رسولش مخالفت نموده است. چی؟ با الله و رسولش مخالفت نموده است و مردم را از سوال نمودن از خالقشان به سوال نمودن به مخلوق ضعیف منصرف نموده که نه مالک چی است و نه به نفس خود نفع و ضرر رسانده میتواند. پس چی گونه استمداد از مردگان جایز باشد؟ یعنی میگه که این استمداد از اینا جایز نیست. متوجه هستین؟ نام کتابشان براتون میگم الدرر السنیه فی الاجوبه النجدیه عبدالرحمن ابن قاسم العاصمی القحطانی. جلد 9 صفحه 152. این حال اینی هست عقیده درست و صحیح. سوم مسئله که است که او را باید بفهمیم که یکی استمداد یا مدد خواستن یا کمک خواستن طبیعی هست که ما و شما عادتا از یک کسی کمک میخوایم. مثلا خودت موتر داری میری طرف شار، ما برای خودت میگم که برادر عزیز مرا هم امرایتان تا شار ببرین. پس این استمداد در عالم اسباب است و در عالم اسباب ما میتونیم از کسی که توانایی یه جور داره از پیشش کمک بخوایم. این طبیعتا هستن. یک کسی قلم کار داری میگه ببخشید قلم تانه برای من میتون. پس این استمداد چی میگن؟ این استمداد طبیعی است که او باز به عقیده تعلق نداره. چرا ما و شما در عالم اسباب پیش دکتر میریم میگیم دکتر صاحب بخشید امرای ما کمک بکنین. چی کمک کنیم؟ من یک پچکاری ضرورت دارم یا یک
عملیات ضرورت دارم، پس این استمداد خوانده هستن. چرا این دکتر میتونه مرا عملیات بکنه و در عالم اسباب است. متوجه شدین؟ اما استمدادی که یک نفر نیست اینجا در مجلس و ما و شما اصلا در مجلس ما و شما نیست. خب حال سر ما سختی می صدا میکنیم که یا عمر ابن الخطاب که تو کمک بکن، مثلا ما بخیزم بگم یا عمر ابن الخطاب به دادم برس و مدد کو بر من. اینمی کلمه چرا این کلمه شرک میشه؟ عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه در کجا هست اینجا؟ عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه اصلا اینجا نیست و ارواح شهدا و ارواح مؤمنین و ارواح انبیا را ما و شما میفهمیم. درو با اگر باز ما و شما بفهمیم عقیده ما خوب میشه که ارواح از اونا میگه که در جاغرهای پرنده هایی است که اونا در کجا میگردن؟ در جنت میگردن. حتی میگه خود شهید وقتی که از الله تقاضا میکنه که یا الله مرا پس بگردان چون مقام و منزلت شهید بسیار زیاد است، الله برش میگه نه نه دیگه وظیفه تو ختم شده، ما تو را پس به دنیا حتی بر جهاد گشتانده نمیتونیم. پس اینال وقتی که یک نفر میگه که یا عمر ابن الخطاب به داد ما برس یا عمر مدد، سیزنه اینال چی میشه؟ این مانا از این میته که این شخص عقیده داره که عمر رضی الله تعالی عنه مثل الله العیاذ بالله عالم الغیب است، عالم الغیب است و گپ مرا میشنوه و کتب مدد میکنه، در حالی که اونا خودشان هیچ وقت دیگه پا نزدن و خود رسول الله صلی الله علیه و سلم که پیغمبر الله بود اونا خودش چی کرد؟ از الله مدد خواسته، یعنی خودش مخلوق بود و از الله مدد میخواست. پس ما و شما وقت استمداد ما که یک یک عبادت زبانی هست درست میشه که ما مطابق طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل بکنیم. ما و شما بسیاری وقتا مشکل در افغانستانی است که وقتی ما میگیم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، اونا فکر میکنن که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم تنها همین سنت هایی است که 4 رکعت سنت پیشینه یا 2 رکعت سنت پیشینه ایره بخوری، ایره سنت میگن، صحیح نه؟ در حالی که سنت طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در عقیده می باشه. یعنی ما تو باید سنت یعنی راه و روش میگن، راه و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم در چی است؟ در عقیده هست. راه و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم در اخلاق است. راه و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم در عبادات است. در کلش راه و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم باید انسان مسلمان یاد داشته باشه.